ببین رفیق، من الان دارم خیلی رک و پوست کنده باهات حرف میزنم. چیزی که میخوام بهت بگم از اون حرفایی نیست که بابات شبها قبل خواب بهت گفته. از اون چیزایی هم نیست که معلم‌ها توی مدرسه به خوردت دادن. و مطمئن باش این همون چیزیه که جامعه اصلاً دلش نمیخواد تو بویی ازش ببری. حقیقت تلخ اینه. بیشتر آدم‌ها قبل از اینکه بمیرن کور هستند. و سیستم دقیقاً عاشق همین کوری توئه. سیستم به آدم‌هایی نیاز داره که همیشه وسط شلوغی باشن، همیشه سرگرم باشن و از تنهایی بترسن. ناپلئون هیل بعد از 20 سال گشتن لای زندگی غول‌های ثروت، یه چیزی فهمید که مو به تن آدم سیخ میکنه. تنهایی آزمایشگاه نابغه هاست، ولی جامعه بهت میگه اگه تنها بمانی افسرده میشی. چرا؟ چون وقتی تنها میشی تازه بیدار میشی و یه آدم بیدار دیگه به درد برده بودن نمیخوره. هیل میگه ذهن آدم وقتی لای جمعیت باشه مثل یه اسفنج هرچی آشغال و انرژی منفی بقیه هست رو میکشه بالا. تو فکر میکنی این فکرها مال خودته؟ نه رفیق، اینا همون نویزهایی هستن که توی گپ و گفتهای پوچ، توی اینستاگرام و لای حرفهای خاله زنکی بقیه چسبیدن به مغزت. هنر تنها زیستن یعنی کشیدن ترمز این قطار پر از جمعیت. هیل معتقد بود که پافشاری فقط توی سکوت اتاق انفرادی ساخته میشه، جایی که هیچ کسی نیست با یه آیه‌ای از خوندن آتیش ایدت رو خاموش کنه. بفهم، برای اینکه بری اون بالا باید از این پایینیا جدا بشی. چرا فکر میکنی همیشه باید در دسترس باشی؟ چرا فکر میکنی اگه جواب زنگ فلانی رو ندی دنیا به آخر میرسه؟ ناپلئون هیل میگه پرزش تو به اینه که چقدر روی حریم خصوصی تسلط داری. آدمایی که مدام دارن با این و اون میپلکن، در واقع دارن انرژی با ارزششون رو مفت میفروشن که 4 تا لایک و تایید الکی بگیرن. ولی ثروتمندای واقعی، اونایی که هیل باهاشون رفیق بود، میدونستن که برای وصل شدن به اون شعور بی‌نهایت کائنات، باید تمام کابل‌های ارتباطی با این دنیای شلوغ رو قطع کرد. تنهایی زندان نیست، تنهایی بیزینس کلاس زندگیه. بذار یه چیز فنی بهت بگم. ذهن تو مثل یه رادیوه. وقتی اطرافت شلوغه، پارازیت فکرای داغون بقیه نمیذاره فرکانس پول رو بگیری. هیل میگه بزرگترین ایده های تاریخ وقتی به سر آدما زد که توی تنهایی مطلق بودن. اگه میخوای مثل بقیه معمولی بمونی، بسم الله، به این دور همیای الکی ادامه بده. اما اگه میخوای امپراتوری خودت رو بسازی، باید یاد بگیری که با خودت تک و تنها توی یه اتاق بشینی و از این خلوت لذت ببری. سیستم میخواد تو کور بمونی، میخواد از تنهایی بترسی، تا مدام دنبال سرگرمی باشی که فکر نکنی. اما هیل میگه مرد مقتدر سرگرمیش فکر کردن توی تنهاییه. پافشاری واقعی یعنی بتونی ماه‌ها روی هدفت کار کنی بدون اینکه نیاز داشته باشی به کسی پوز بدی یا بگی داری چی کار میکنی. دهنتو ببند. از این جمع‌هایی که بوی معمولی بودن میدن بزن بیرون. هیل میگه نبوغ توی خلوت تیز میشه و توی شلوغی کند. حالا مرد میدونی، جرأتش رو داری که از امروز بهت بگن گوشه‌گیر یا عجیب غریب ولی در عوض چشمان ذهنت باز بشه؟ جرأت داری تنها بمونی تا طعم واقعی قدرت رو بچشی؟ بیشتر آدم‌ها فکر می‌کنن اراده یه چیزیه که باهاش به دنیا میای. اما ناپلئون هیل یه عمر وقت گذاشت تا ثابت کنه اراده دقیقاً مثل عضله است. اگه میخوای بزرگ بشه، باید زیر وزنه بهش فشار بیاری. و سنگین ترین وزنه دنیا چیه؟ ادامه دادن وقتی هیچ کس نگاهت نمیکنه. سیستم جوری تو رو بار آورده که همیشه دنبال تشویق باشی. از بچگی وقتی یه کار خوب کردی، منتظر آفرین بودی. اما توی دنیای ثروت واقعی هیچ کس بهت آفرین نمیگه تا وقتی که دیگه به آفرین کسی احتیاج نداشته باشی. بفهم. هیل میگه پافشاری تفاوت اصلی بین یه رویا پرداز و یه برنده است. اما پافشاری کجا ساخته میشه؟ وسط پارتی و مهمونی؟ لای لایک های اینستاگرام؟ ابداً. پافشاری توی اون ساعتهای لعنتی شب ساخته میشه که تنهایی، خسته‌ای، ناامیدی، اما باز هم میشینی پای نقشت. هیل توی تحلیل زندگی توماس ادیسون میگه اون 10,000 بار شکست خورد،
اما چون توی تنهایی با خودش عهد بسته بود، صدای تمسخر بقیه رو نمیشنید. اگه ادیسون مدام لای جمعیت بود، همون بار صدم بهش میگفتن بس دیگه، دیوانه نشو، و اونم قبول میکرد. تنهایی بهت این قدرت رو میده که یک کر مصلحتی نسبت به نظرات بقیه پیدا کنی. هیل یه اصطلاح خفن داره به اسم تسلب ذهن. اون میگه تو باید ذهنت رو نسبت به نفوذ عوامل خارجی سفت کنی. وقتی تنهایی رو یاد میگیری، در واقع داری به مغزت تمرین میدی که از درون تغذیه کنه، نه از بیرون. سیستم میخواد تو همیشه گشنه توجه بقیه باشی، چون آدم گشنه رو راحت میشه کنترل کرد. اما وقتی یاد میگیری تنهایی کار کنی، تنهایی بجنگی و تنهایی جشن بگیری، تو دیگه غیر قابل کنترل میشی. هیل میگه نبوغ میوه انضباط شخصی شدیده و انضباط شخصی یعنی اینکه وقتی هیچ ناظری بالای سرت نیست، جوری کار کنی که انگار تمام دنیا دارن نگاهت میکنن. بذار یه راز رفیقونه بهت بگم که هیل توی کتاب‌های عمومیش زیاد بازش نکرده. اون میفهمید که ثروتمندای بزرگ یه رابطه رمانتیک با رویاشون دارن. تو وقتی با کسی که دوستش داری تنهایی، زمان برات معنی نداره، درسته؟ ثروتمند هم با ایدش همینطوره. اون توی خلوتش با ایدش عشق بازی میکنه، چکشی کاریش میکنه و پختش میکنه. هیل میگه تا زمانی که ایدت رو به مرحله وسواس نرسونی، پولی در کار نیست و وسواس فقط توی انزوا رشد میکنه. توی شلوغی تمرکزت پخش میشه، مثل نوری که پخش بشه و فقط یه اتاق رو روشن کنه. اما تنهایی تمرکزت رو مثل لیزر میکنه. همون لیزری که میتونه سخت ترین فولادها رو هم ببره. سیستم از تو میخواد نرم باشی، میخواد با هر بادی بلرزی. اما هیل بهت یاد میده که توی تنهایی یه ستون آهنی توی کمرت بسازی. پافشاری یعنی وقتی شکست میخوری به جای اینکه بری پیش رفیقت نعله کنی و اونم دلداریت بده، توی اتاق خودت بمونی، اشکتو پاک کنی، اشتباهت رو تحلیل کنی و دوباره بلند شی. هیل میگه دلگرمی واقعی همونیه که خودت به خودت میدی. اگه برای بلند شدن نیاز به دست بقیه داری، هنوز یه بچه‌ای. مرد مقتدر دستشو میذاره روی زانوی خودش و بلند میشه. دهنتو ببند و اجازه بده پافشاریت حرف بزنه. هیل یه حرف قشنگ داره. دنیا به حرفهایت اهمیت نمیدهد مگر اینکه با نتایجت پشتیبانی شوند. پس به جای اینکه انرژیت رو صرف حرف زدن درباره کارهات کنی، اون انرژی رو ذخیره کن برای لحظاتی که خلوتت بهت فشار میاره. اون فشار همون فشار زغال سنگیه که داره تو رو به الماس تبدیل میکنه. اگه زبان باز کنی و نعله کنی، اون فشار رو هدر دادی. حالا ازت میپرسم، وقتی توی اتاق تنهایی و وسوسه میشی که گوشی رو برداری و توی هیاهوی مجازی غرق بشی، جرأتشو داری که پسش بزنی؟ جرأت داری با اون سکوت سنگین توی اتاق روبرو بشی و به جای فرار بمونی و روی عضله ارادت کار کنی؟ جرأت داری الماس بشی؟ حالا که فهمیدی تنهایی برای ارادت مثل باشگاه بدنسازیه، وقتشه که بریم سراغ اصل مطلب. پول. ناپلئون هیل یه حرف خیلی عجیب داره که شاید تا حالا نشنیده باشی. اون میگه ثروت واقعی قبل از اینکه توی حساب بانکیت باشه، توی فضای خالی بین دوتا گوشت ساخته میشه. اما مشکل اینجاست که این فضای خالی توی شلوغی و سر و صدا پر میشه از نویزای بیخود. هنر تنها زیستن یعنی تو بتونی این نویزا رو خفه کنی تا صدای سکه رو بشنوی. بفهم چی میگم. هیل توی تحقیقاتش روی اندرو کارنگی که اون زمان پولدارترین آدم دنیا بود، فهمید که این آدم یه تکنیک خاص داشته. اون ساعتها توی یه اتاق تاریک و ساکت می نشست و به هیچ چی فکر نمی کرد. چرا؟ چون هیل معتقد بود ذهن انسان وقتی درگیر وراجی با دیگرانه، دربست در اختیار من منطقی و ترسو هست. اما وقتی تنها میشی و سکوت میکنی، در ورودی هوش لاتناهی باز میشه. هیل میگه ایده های میلیون دلاری مثل ماهی های ته اقیانوس هستن. اونا هیچ وقت نمیان روی سطح آب که دست و پا میزنی. اونا رو فقط باید توی عمق سکوت صید کنی. سیستم جوری برنامه ریزیت کرده که فکر کنی برای پول درآوردن باید مدام بدوی، مدام حرف بزنی و مدام توی جلسات بیهوده باشی. اما هیل بهت میخنده. اون میگه کار سخت فقط تو رو زنده نگه میداره. اما فکر کردن متمرکز توی تنهایی تو رو ثروتمند میکنه.
توماس ادیسون اگه میخواست به حرف رفقای منطقیش گوش بده، الان ما هنوز داشتیم با شمع زندگی میکردیم. اون توی انزوای خودش با چیزی ارتباط گرفت که بقیه ازش میترسیدن. تنهایی بهت اجازه میده که نقشه راهت رو با دقت جراحی بکشی. هیل تأکید میکنه که پافشاری بدون نقشه مثل دویدن توی مه هست و بهترین نقشه ها توی خلوت اتاق کارت کشیده میشن، نه وسط شلوغی بازار. یه چیز دیگه که باید بدونی و سیستم ازت قایم میکنه اینه: ثروت فرکانس داره. هیل میگه وقتی تو تنها هستی و تمام تمرکزت رو روی هدفت میذاری، داری یه آهنربای ذهنی میسازی. اما وقتی با آدمهای معمولی و منفی باش معاشرت میکنی، این آهنربا خاصیتش رو از دست میده، چون فرکانس‌های اونا مثل پارازیت عمل میکنه. بفهم، ثروت از آدمهای لق و پق فرار میکنه. ثروت جذب کسی میشه که انقدر به خودش و ایدش ایمان داره که حاضر نیست وقتش رو با آدمای سطح پایین هدر بده. هیل میگه ارزش زمان تو رو تنهایی تعیین میکنه. اگه تنهاییت رو به بتالت بگذرونی، ارزشت صفره. اما اگه تنهاییت رو به فکر کردن و طراحی ثروت بگذرونی، تو گرونترین آدم شهری. دهنتو ببند و اجازه نده نقشه‌هات قبل از اجرا با حرف زدن لو برن. هیل یه قانون سفت و سخت داشت: تا وقتی پروژت به نتیجه نرسیده، به هیچ کس، حتی صمیمی‌ترین دوستت، چیزی نگو. چرا؟ چون وقتی میگی انرژی روانی لازم برای انجامش رو با حرف زدن تخلیه میکنی. تنهایی بهت این قدرت رو میده که مثل یه بمب ساعت باشی، بی صدا، آروم، اما در حال تیک تاک کردن برای یه انفجار بزرگ مالی. سیستم میخواد همه چیز رو جار بزنی تا انرژی تموم بشه و هیچ وقت به مرحله عمل نرسی. حالا ازت میپرسم، جرأتش رو داری که یه هفته تمام گوشی و ارتباطاتت رو قطع کنی و فقط با یه قلم و کاغذ توی تنهایی بشینی و به نقشه ثروتت فکر کنی؟ جرأت داری اون سکوت سنگین رو تحمل کنی تا اون ایده طلایی خودش رو بهت نشون بده؟ هیل میگه ثروت منتظر کسیه که بتونه با خودش خلوت کنه. جرأت داری معدن طلای درونت رو پیدا کنی یا هنوز میخوای توی معدن بقیه برای یه قرونپول سیاه کارگری کنی؟ خیلی رک و بی‌پرده باهات حرف میزنم. ناپلئون هیل یه قانونی داره به اسم اتحاد ذهن برتر، مسترمایند. اون میگه اگه 2 یا چند نفر با هم متحد بشن، یه ذهن سوم قدرتمند ساخته میشه. اما حالا برعکسش رو تصور کن. وقتی تو با آدم‌های معمولی، با آدم‌های ناله‌کن و اونایی که بزرگترین موفقیت زندگیشون اینه که جمعه‌ها برن جوجه کباب بزنن نشست و برخاست می‌کنی، داری یه ذهن مخرب می‌سازی که مثل اسید رویاهاتو سوراخ می‌کنه. سیستم عاشق اینه که تو رفیق باز باشی. میدونی چرا؟ چون توی جمع هویتت حل میشه. هیل میگه بیشتر آدم‌ها به خاطر نظر دیگران شکست می‌خورند، نه به خاطر بی‌استعدادی خودشون. تو میخوای یه بیزینس راه بندازی، رفیقت میگه ولکن بابا الان ریسکش بالاست. تو میخوای روی خودت سرمایه گذاری کنی، اون یکی میگه بیا بریم دور دور، دنیا 2 روزه. اینا رفیق نیستن، اینها دزدان زمان و ثروت هستن. هیل معتقد بود که تو باید مثل یه جراح بیرحم هر رابطه‌ای که بهت فرکانس فقر و ترس میده رو قطع کنی. پافشاری یعنی اینکه بتونی به صمیمیترین دوستت بگی نه، من دیگه برای این کارها وقت ندارم. چرا میترسی که تنها بمونی؟ چرا میترسی که پشت سرت بگن خودش رو گرفته؟ ناپلئون هیل میگه بهای بزرگی انزوا از ذهنهای کوچک است. تو باید یه حریم پولادین دور ذهنت بسازی که حتی یه کلمه منفی هم نتونه ازش رد بشه. سیستم به تو یاد داده که مردمی باشی، اما هیل بهت میگه امپراتورها حریم دارن، نه رفیق قافله. نگاه کن به زندگی ثروتمندای واقعی. اونا یه حلقه خیلی کوچیک دارن. اونا با هر کسی همسفره نمیشن. اونا میدونن که انرژی ذهنی مسریه. اگه با 5 نفر نشست و برخاست میکنی که همیشه 8شون گروه 9 هست، شک نکن که تو نفر 6 هستی. هیل یه تکنیک خفن داره برای ساختن این حریم. اون میگه اطرافت رو با آدم‌هایی پر کن که یا از تو باهوشترن یا به اندازه تو تشنه موفقیتن. اگه چنین آدم‌هایی رو پیدا نکردی چی؟ تنها بمون. هیل قسم میخوره که تنهایی مطلق 1000 مرتبه با ارزشتر از معاشرت با آدم‌های سطح پایینه. تنهایی بهت اجازه میده که صدای خودت رو بشنوی، نه اکوی حرف‌های ناامید کننده بقیه.
هنر تنها زیستن یعنی اینکه انقدر برای وقتت ارزش قائل باشی که اجازه ندی هر کسی با حرفهای پوچش زباله‌های فکریش رو توی ذهن تو خالی کنه. دهنتو ببند و روابطت رو فیلتر کن. هیل میگه پافشاری تو با کیفیت آدم‌هایی که باهاشون وقت میگذرونی رابطه مستقیم داره. اگه میخوای پافشاریت مثل الماس سفت بشه، باید از محیط‌های سست فرار کنی. سیستم میخواد تو مقبول همگان باشی، اما تو باید مردود معمولی‌ها باشی. وقتی آدم‌های ضعیف ازت فاصله میگیرن، یعنی داری راه رو درست میری. هیل میگه تغییر مدار ثروت همیشه با تغییر مدار رفاقت شروع میشه. حالا ازت میپرسم، جرأتش رو داری که همین امروز لیست مخاطبینت رو باز کنی یا روی اسم کسانی که فقط وقتتو تلف میکنن و انرژیتو میگیرن یه خط قرمز گنده بکشی؟ جرأت داری به اونایی که سد راه بیداریت هستن بگی خداحافظ؟ هیل میگه ثروت فقط توی زمینی رشد میکنه که از علفهای هرز روابط سمی پاک شده باشه. جرأت داری حریم پولادینت رو بسازی؟ ناپلئون هیل یک کشف بزرگ داشت. ذهن انسان 2 بخش داره. یکی که مدام حرف میزنه و استدلال میکنه، ذهن هوشیار، و یکی که فقط اجرا میکنه و قدرت بی‌نهایت داره، ناخودآگاه. مشکل اینجاست که ذهن هوشیار تو توی شلوغی روز مثل یه نگهبان لجباز دم در نشسته و نمیذاره هیچ دستور ثروتی به ناخودآگاهت برسه. هنر تنها زیستن یعنی یاد بگیرید چطوری وقتی همه خوابن یا وقتی توی خلوت خودتی این نگهبان رو دور بزنی. بفهم چی میگم. هیل میگه ناخودآگاه تو خادم وفاداریه که فرق بین فقر و ثروت رو نمیفهمه. اون فقط هر چی رو که با احساس بهش دیکته کنی میسازه. اما چطوری میتونی توی هیاهوی دنیا وقتی مدام داری به اخبار بد گوش میدی و با آدمهای پوچ بحث میکنی به ناخودآگاهت دستور بدی؟ نمیتونی. به خاطر همینه که هیل روی خلوت شبانه تأکید وحشتناکی داشت. اون میگفت بهترین زمان برای ثروتمند شدن لحظاتیه که تو تنها هستی و پرده های اتاق رو کشیدی. اونجا توی اون سکوت سنگین تو میتونی با تکرار خواستت بذر ثروت رو توی عمیق‌ترین لایه‌های مغزت بکاری. سیستم جوری تو رو شرطی کرده که از سکوت فرار کنی. تا تنها میشی آهنگ پلی میکنی و یا گوشی رو چک میکنی. میدونی چرا؟ چون سیستم میترسه که تو با ناخودآگاهت رفیق بشی. هیل توی تحلیل زندگی توماس ادیسون میگه اون یه صندلی مخصوص داشت که فقط روش مینشست و به ایده‌هاش خیره میشد. اون توی تنهایی تصویر هدفش رو انقدر به دیوار ذهنش میکوبید تا ناخودآگاهش مجبور میشد راه حل رو براش پیدا کنه. پافشاری یعنی همین، یعنی توی تنهایی انقدر روی یه خواسته کلید کنی که کل کائنات راه رو برات باز کنن. هیل یه تکنیک فوق محرمانه داره به اسم تخیل خلاق. اون میگه توی تنهایی چشمات رو ببند و جوری ثروت رو لمس کن که انگار همین الان توی دستته. اگه اطرافت شلوغ باشه بقیه بهت میخندن و ایمانت رو سست میکنن، اما توی تنهایی تو پادشاه دنیای خودتی. ناپلئون هیل میگه هر چیزی که ذهن انسان بتونه تصورش کنه و بهش باور داشته باشه میتونه به دستش بیاره. اما این باور توی شلوغی ساخته نمیشه. باور مثل یه مرواریله که فقط توی صدف سکوت و اعماق تنهایی رشد میکنه. دهنتو ببند و با خودت زمزمه کن. هیل معتقد بود کلماتی که توی تنهایی به خودت میگی 1000 برابر قدرتمندتر از حرفایی که به بقیه میزنی. به جای نالیدن از تنهایی، از این فرصت استفاده کن تا ناخودآگاهت رو دوباره برنامه ریزی کنی. بهش بگو که تو لایق ثروتی. بهش بگو که پافشاری تو حد و مرز نداره. سیستم میخواد تو مصرف کننده ی افکار بقیه باشی، اما تو باید در تنهایی تولید کننده ی واقعیت جدید خودت باشی. حالا ازت میپرسم، جرأتش رو داری که نیم ساعت قبل از خواب بدون گوشی توی تاریکی بشینی و فقط روی هدفت تمرکز کنی؟ جرأت داری با غول درونت روبرو بشی و بهش دستور بدی که راه ثروت رو برات پیدا کنه؟ هیل میگه بزرگترین گنج دنیا توی تاریکترین اتاق ذهن خودت قایم شده. جرأت داری بری و برش داری؟ یه سوال ازت دارم. به نظرت چرا باید مثل یک قبر رازدار موفقیتت باشی؟ ناپلئون هیل یه قانونی داشت که میگفت به دنیا نگو که چه کاری میخوای انجام بدی. اول انجامش بده و بعد نتایجت رو به دنیا نشون بده.
اما سیستم جوری تو رو بار آورده که تا یه ایده خوب به سرت میزنه میخوای بدوی و به همه بگی، میخوای استوری بذاری، میخوای توی جمع رفقا پوزش رو بدی و تایید بگیری. بفهم چی میگم. هیل میگه وقتی نقشت رو برای بقیه تعریف میکنی، انرژی روانی لازم برای انجام اون کار رو هدر میدی. ذهن تو وقتی تایید بقیه رو میگیره، یه هورمون پاداش ترشح میکنه و فریب میخوره. فکر میکنه کار تموم شده. به خاطر همینه که خیلی از پروژه ها بعد از کلی حرف زدن هیچ وقت شروع نمیشن. هنر تنها زیستن یعنی قدرت این رو داشته باشی که مثل یک بمب ساعتی بی صدا کار کنی. پافشاری واقعی توی سکوت مطلق رشد میکنه. هیل معتقد بود که کلمات ارزانترین کالاهای روی زمین هستند و ثروتمندها به جای کلمه با عمل معامله میکنن. سیستم میخواد تو پرحرف باشی. میخواد مدام درباره آرزوهات حرف بزنی تا تخلیه بشی. اما هیل بهت میگه دهنتو ببند. وقتی تنهایی رو یاد میگیری که با رازت زندگی کنی. هیل توی تحلیل زندگی هنری فورد میگه اون ماه‌ها روی موتور V8 کار کرد و به هیچ کس، حتی صمیمی‌ترین مهندس‌هاش نگفت که دقیقاً داره چی کار میکنه. اون میدونست که اگه بگه موج منفی و نمیشه گفتن بقیه مثل سم وارد جریان فکریش میشه. تنهایی یعنی ساختن یک پیله حفاظتی دور ایدت تا وقتی که اون ایده انقدر قوی بشه که هیچ طوفانی نتونه تکونش بده. یه چیز دیگه که هیل روش تاکید داشت این بود: اکثر آدم‌هایی که بهشون اعتماد داری ناخودآگاه دوست ندارن تو موفق بشی. نه اینکه آدم‌های بدی باشن، نه، بلکه موفقیت تو بی‌ارزگی اونها رو به رخشون میکشه. پس وقتی نقشت رو بهشون میگی، اونا با یه جمله ساده مثل مطمئنی یا قبلا فلانی امتحان کرد و نشد، بذر شک رو توی دلت میکارن. هیل میگه ایمان ظریف‌ترین دارایی توی تنهایی ازش محافظت کن. ثروت واقعی جذب کسی میشه که انقدر خودش رو قبول داره که نیاز نداره بقیه براش دست بزنن تا راه بیفته. دهنتو ببند و اجازه بده نتایجت فریاد بزنن. هیل میگه آدمهای بزرگ نظرات محکمی دارن ولی خیلی کم دربارشون حرف میزنن. پافشاری یعنی اینکه بتونی 1 سال تمام روی یک پروژه کار کنی و هیچ کس نفهمه داری چی کار میکنی، تا روزی که مثل یک آتشفشان فوران کنی. سیستم از آدمهای ساکت میترسه چون نمیتونه بفهمه اونا دارن به چی فکر میکنن. در تنهایی تو داری سلاحت رو صیقل میدی بدون اینکه حریفت بفهمه جنگ از کی شروع شده. حالا ازت میپرسم، جرأتش رو داری که از امروز درباره اهداف بزرگت با هیچ کس، حتی نزدیکترین آدم زندگیت حرف نزنی؟ جرأت داری اون لذت زودگذر پوز دادن رو فدای قدرت مقتدرانه رسیدن به هدف کنی؟ هیل میگه قدرت توی ذخیره کردن کلمات نهفته است. جرأت داری ساکت بمانی تا ثروتمند بشی؟ حالا میخوام بگم که چطور ترس از تنها موندن رو به قدرت تبدیل کنیم. بذار با هم صادق باشیم. چرا وقتی توی اتاق تنهایی یهو دلت میگیره و دستت میره سمت گوشی؟ چون سیستم تو رو جوری برنامه ریزی کرده که تنهایی رو مساویه با بی‌ارزشی بدونی. ناپلئون هیل توی فصل ترس میگه ترس از انتقاد و طرد شدن جنایتکاریه که سالانه میلیون‌ها رویا رو قبل از تولد میکشه. اما حقیقت اینه که تنهایی نه تنها ترسناک نیست، بلکه پمپ بنزین اراده توئه. بفهم چی میگم؟ هیل میگه انرژی عاطفی انسان وقتی پخش بشه ضعیفه، اما وقتی متمرکز بشه کوه رو جابجا میکنه. وقتی تو از تنهایی فرار میکنی، داری انرژی اتمی درونت رو توی روابط بیهوده هدر میدی. اما وقتی یاد میگیری این ترس رو بغل کنی، اون انرژی وحشتناک تبدیل میشه به پافشاری. هیل معتقد بود که ثروتمندان بزرگ تنهایی رو به عنوان بهای آزادی پذیرفتند. اونا فهمیدن که برای اینکه فرکانس ذهنشون روی ثروت تنظیم بشه، باید از پارازیت جمعیت دور بمونن. پافشاری یعنی اینکه بتونی با لرزش دست و قلبت توی تنهایی کنار بیای، اما عقب نشینی نکنی. سیستم میخواد تو همیشه تشنه تایید باشی. چرا؟ چون آدم تشنه رو با یه قطره آب، یه تعریف الکی میشه به هر سمتی برد. اما هیل بهت میگه دهنتو ببند و از این تشنگی لذت ببر. وقتی یاد میگیری بدون تایید بقیه حرکت کنی، تو در واقع داری یک موتور جت توی وجودت میسازی
که نیازی به سوخت بیرونی نداره. هیل توی تحلیل زندگی آبراهام لینکلن میگه اون بارها شکست خورد و تنها موند. اما همون تنهایی باعث شد عضلات روحش انقدر سفت بشه که بتونه یه ملت رو رهبری کنه. تنهایی کوره آدمسازی هیل هست. یه چیز فنی بهت بگم که سیستم ازش میترسه. تمرکز تک محوره. هیل میگه وقتی تو تنها هستی میتونی تمام قدرت فکرت رو روی یک نقطه جمع کنی. مثل ذره‌بینی که نور خورشید رو روی کاغذ جمع میکنه و آتیش میزنه. اگه ذره‌بین رو مدام تکون بدی، یعنی مدام با این و اون معاشرت کنی، هیچ وقت آتیشی روشن نمیشه. تنهایی بهت این اجازه رو میده که ذره‌بین ذهنت رو ثابت نگه داری. هیل میگه پافشاری چیزی جز تمرکز مستمر اراده نیست و این تمرکز فقط در خلأ اجتماعی به دست میاد. دهنتو ببند و اجازه بده ترست از تنهایی به خشم سازنده تبدیل بشه. به جای اینکه قصه بخوری که چرا کسی باهات نیست، با خودت بگو خوبه که نیستن، چون حالا تمام زمان دنیا مال منه. هیل معتقد بود که محرومیت اجتماعی بهترین محرک برای نابغه هاست. وقتی کسی رو نداری که بهت تکیه کنه، مجبوری به خودت تکیه کنی و این دقیقاً همون نقطه‌ای هست که امپراتوری تو شروع میشه. سیستم از آدم خودکفا وحشت داره. حالا ازت میپرسم، جرأتش رو داری که وقتی اون حس سنگین تنهایی اومد سراغت، به جای فرار به سمت تلویزیون یا رفیق، مستقیم توی چشماش نگاه کنی و بگی من از تو نمیترسم، من از تو برای ساختن ثروتم استفاده میکنم. جرأت داری از این سوخت اتمی برای سوختن موانع استفاده کنی؟ هیل میگه قهرمان کسیه که در اوج تنهایی قوی ترین نسخه خودش رو ملاقات میکنه. جرأت داری با اون نسخه روبرو بشی؟ چطوری توی اتاق خالی با نوابغ جلسه بذاریم؟ بذار یه چیزی بهت بگم که اگه به یه آدم معمولی بگی برمیگرده بهت میگه داداش صنعتی و سنتی رو با هم زدی، اما یادت باشه همون آدم معمولی آخر ماه لنگ اجاره خونشه. ناپلئون هیل یه اعتراف خیلی خفن داره. اون میگه من هر شب وقتی همه میخوابیدن توی اتاقم یه جلسه مخفیانه را میانداختم. اما با کی؟ با آدمایی مثل ادیسون، لینکلن و هنری فورد، اونم در حالی که خیلیاشون مرده بودن. هیل میگه ذهن تو مثل یه رادیوئه که میتونه به فرکانس هر کسی وصل بشه، به شرطی که صدای این دنیای لعنتی رو خفه کنی. هنر تنها زیستن یعنی این که بتونی توی اتاقت بشینی، چشماتو ببندی و از خودت بپرسی اگه الان هیل اینجا بود به این بدبختی من چی میگفت؟ وقتی تنهایی تو فقط با خودت نیستی، تو به یه بانک اطلاعاتی خفن وصل میشی که سیستم اصلاً دلش نمیخواد تو رمزش رو داشته باشی. سیستم میگه برای یاد گرفتن برو دانشگاه، ولی هیل میگه دهنتو ببند، بشین توی سکوت و اجازه بده کله گنده های تاریخ بیان توی ذهنت و بهت راهکار بدن. چرا فکر میکنی برای حل مشکلاتت حتماً باید به یکی زنگ بزنی یا از بقیه نظر بخوای؟ هیل معتقد بود که تخیل فقط برای قصه گفتن نیست، تخیل ایستگاه گیرنده پوله. وقتی تو تنهایی و داری روی یه هدف بزرگ پافشاری میکنی، ذهن تو انقدر داغ میشه که مثل یه آهنربا جوابها رو از ناکجا آباد میکشه بیرون. هیل میگه پافشاری توی تنهایی باعث میشه فرکانس مغزت بره بالا و با آدمای بزرگ هم فرکانس بشی. سیستم از این قدرتت وحشت داره، چون اگه یاد بگیری از درون خودت راه حل پیدا کنی، دیگه نمیتونن با اخبار چرت و تبلیغات مزخرف تلویزیون بهت جهت بدن. هیل یه راز تکان دهنده داره که میگه هر کسی که به یه ثروت گنده رسیده یه رفیق نامرئی داشته. پافشاری یعنی همین، یعنی حتی وقتی هیچ کس توی دنیای واقعی بهت کمک نمیکنه، تو توی خلوت خودت با من خفن درونت جلسه میذاری و نقشتو کامل میکنی. هیل میگه توی تنهایی تو با مغز کل کائنات دست میدی، همون جایی که ایده موتور فورد جرقه خورد. اونا وسط مهمونی نبودن رفیق، اونا توی اتاقهای تاریکشون داشتن با ارواح نوابغ چای میخوردن و واقعیت جدیدشون رو کدنویسی میکردن. دهن تو ببند و فقط گوش کن. هیل میگه بزرگترین اشتباه اینه که بشینی پای ناله‌های آدمای ناموفق. وقتی تنها کسی که توی گوشت حرف میزنه یا خودتی یا اون آدم حسابیاییه که کتاباشون رو خوندی.
هنر تنها زیستن یعنی فیلتر کردن تمام صداهای مزاحم. سیستم میخواد تو همیشه در حال شنیدن چرندیات بقیه باشی تا هیچ وقت نکنی بشنوی که اون تو چه خبره. هیل میگه سکوت زبونیه که پول باهاش حرف میزنه. اگه این زبون رو بلد نباشی همیشه گدایی. جرأتش رو داری که هر شب 10 دقیقه گوشی رو پرت کنی اونور توی تاریکی بشینی و با این رفیقای نامرئی جلسه بذاری؟ جرأت داری به جای چرخیدن توی اکسپلور از ادیسون بپرسی چطوری باید زیر فشار دووم آورد؟ هیل میگه نبوغ یعنی تنهایی با برنامه. جرأت داری به یه نابغه تنهای ثروتمند تبدیل بشی یا نه؟ چطوری ورودی‌های مغزت رو برای جذب پول پلم کنی؟ ناپلئون هیل یه حقیقتی رو فهمیده بود که سیستم بدجوری ازش میترسه. اون میگفت ذهن تو دقیقاً همون چیزی میشه که مدام بهش فضا میدی. هنر تنها زیستن یعنی اینکه تو مثل یه نگهبان بددهن و بد اخلاق دم در مغزت بایستی و اجازه ندی هر ننه قمری با حرفاش بیاد اونجا لنگر بندازه. بفهم چی میگم؟ سیستم میخواد توی مصرف کننده مطیع باشی. برای همین صبح تا شب تو رو با اخبار جنگ، گرونی، چرت و پرتای سلبریتی ها و ناله های مردم بمباران میکنه. چرا؟ چون ذهن ترسو و درگیر وقت نمیکنه به ثروت فکر کنه. هیل میگه فقر و ثروت هر دو نتیجه عادت فکری هستن. تو وقتی تنها میشی تازه میفهمی چقدر از این فکرایی که توی سرت میچرخه اصلاً مال تو نیست. اینا همون زباله هایی هستن که توی معاشرت با آدمهای معمولی جمع کردی. پافشاری یعنی این که بتونی ذهنت رو از این آشغالها خالی کنی و فقط روی یک چیز قفل بشی. چرا فکر میکنی باید از همه چیز با خبر باشی؟ هیل معتقد بود که دانش عمومی به درد لای جرز دیوار هم نمیخوره. اون میگفت ثروتمندها فقط دنبال دانش تخصصی هستن که براشون پولساز باشه. هنر تنها زیستن یعنی اینکه جرأت کنی بیخبر بمونی. جرأت کنی بگی من فلان سریال رو نمیبینم. من اخبار گوش نمیدم. من نمیدونم توی اینستاگرام چه خبره. سیستم به این میگه انزوا، اما هیل بهش میگفت تمرکز مقدس. وقتی ورودی ها رو ببندی، خروجی های ذهنت یعنی همون ایدهات انقدر قوی میشن که میتونی باهاشون دنیا رو تکون بدی. هیل یه تکنیک خفن داره به اسم دیوار آتش ذهنی. اون میگه توی تنهایی جوری روی هدفت پافشاری کن که انگار هیچ چیز دیگه‌ای توی دنیا وجود نداره. اگه داری روی یه بیزنس کار میکنی، تمام کتاب‌ها، پادکست‌ها و آدم‌هایی که به اون بیزنس ربط ندارن رو بریز دور. هیل میگه موفقیت نتیجه حذف کردن گزینه‌های دیگه است. سیستم میخواد تو همه فن حریف تو خالی باشی، اما تنهایی بهت یاد میده که متخصص ثروتمند بشی. دهن تو ببند و رژیم سکوت بگیر. هیل میگه انرژی فکری مثل بخار آب میمونه. اگه توی یه ظرف دربسته بمونه میتونه یه قطار رو راه بندازه، اما اگه ولش کنی توی هوا پخش میشه و هیچی به هیچی. معاشرت‌های پوچ همون سوراخ‌های ظرف بخار تو هستن. وقتی تنها میشی داری این سوراخ‌ها رو میبندی تا فشار بخار ذهنت بره بالا. هیل قسم میخورد که پافشاری واقعی یعنی همین جمع کردن انرژی برای ضربه نهایی. حالا ازت میپرسم رفیق، جرأتش رو داری که همین امروز تمام کانال‌های خبری و پیج‌های زردی که فقط وقتت رو میگیرن آنفالو کنی؟ جرأت داری وقتی رفیقت میخواد بیاد برات از بدبختیاش ناله کنه بهش بگی ببخشید من مغزم رو برای زباله‌های تو اجاره نمیدم؟ هیل میگه ثروت پاداش انضباط ذهنیه. جرأت داری ذهنت رو پلمب کنی تا فقط پول واردش بشه؟ هممون باید بلد باشیم که چطوری باید فشار تنهایی رو به قدرت اجرایی تبدیل کنیم. ناپلئون هیل یک کشف خیلی زیرپوستی داشت. اون میگفت انسان یه مخزن انرژی داره که اگه مصرف نشه فاسد میشه و تبدیل میشه به اضطراب و ترس. به خاطر همینه که وقتی تنها میشی، اگه هدف نداشته باشی، حالت بد میشه. سیستم از این حال بد تو استفاده میکنه تا تو رو دوباره برگردونه به جمع آدمهای معمولی. اما هنر تنها زیستن یعنی اینکه تو این فشار رو نذاری هدر بره، بلکه تبدیلش کنی به سوخت حرکت. هیل میگه پافشاری یعنی جهت دادن به اشتیاق سوزان. وقتی تو تنها هستی و هیچ کس نیست که باش حرف بزنی، اون پتانسیل کلامی تو باید تبدیل بشه به عمل.
اگه نمیتونی حرف بزنی پس بنویس. اگه نمیتونی معاشرت کنی پس نقشه‌تو دقیق‌تر کن. هیل توی تحلیل زندگی تئودور روزولت فهمید که اون چطوری ضعف‌ها و تنهایی‌های دوران بچگیش رو تبدیل کرد به یه قدرت اجرایی وحشتناک که یه کشور رو تکون داد. تنهایی مثل یه فنر میمونه. هرچی بیشتر توش بمونی و خودت رو جمع کنی، وقتی رها بشی با قدرت بیشتری پرتاب میشی سمت ثروت. چرا فکر میکنی باید حتما حالت خوب باشه تا کار کنی؟ هیل معتقد بود که نارضایتی خلاق موتور محرکه ثروتمنداست. اون میگفت اتفاقاً وقتی تنهایی و بهت فشار میاد، بهترین زمان برای خیز برداشتنه. سیستم میخواد تو همیشه اوکی و راضی باشی تا هیچ وقت برای تغییر تلاش نکنی. اما هیل بهت میگه دهنتو ببند و از این فشار لذت ببر. این فشار همون چیزیه که کربن رو تبدیل به الماس میکنه. پافشاری یعنی این که بتونی اون حس گزنده تنهایی رو بگیری و به جای گریه و زاری باهاش یه امپراتوری بسازی. هیل یه راز مکتوم داره به اسم تغییر جهت انرژی. اون میگه نوابغ کسانی هستن که یاد گرفتن چطوری انرژی‌های غریزی و تنهاییشون رو به سمت خلق کردن هدایت کنن. وقتی تنها هستی، ذهن تو در بالاترین سطح ارتعاش خودشه. هیل میگه موفقیت بزرگ همیشه بعد از یه دوره تنهایی سخت و طاقت فرسا میاد. سیستم میخواد تو این دوره رو تاب نیاری و وسط راه وا بدی. اما تو باید مثل یه مبارز توی رینگ تنهاییت بمونی و اونقدر مشت بزنی تا دیوار فقر فرو بریزه. دهنتو ببند و انرژی تو برای ضربه نهایی جمع کن. هیل میگه سکوت مخزن قدرته. هر چقدر کمتر با بقیه درباره مشکلاتت حرف بزنی، اون انرژی حل مشکل توی وجودت بیشتر جمع میشه. پافشاری واقعی یعنی همین. یعنی اینکه اونقدر توی خلوت خودت روی هدفت متمرکز بشی که وقتی وارد جمع میشی، بقیه از ابهت حضورت حساب ببرن، نه از پرحرفیت. حالا ازت میپرسم رفیق، جرأتشو داری که وقتی فشار تنهایی به سقف رسید، به جای پناه بردن به یه آدم دیگه، بشینی و سفت‌تر روی بیزینست کار کنی؟ جرأت داری اون درد رو تبدیل به پول کنی؟ هیل میگه قهرمان کسیه که از آجرهایی که به سمتش پرتاب شده و تنهایی‌هایی که بهش تحمیل شده، یه بنای عظیم میسازه. جرأت داری معمار تنهای زندگی خودت باشی؟ حالا وقت درو کردن ثمره سکوته. ما راه درازی رو توی این چند قدم اومدیم. از اون لحظه‌ای که بهت گفتم ماتریکس داره کورت میکنه تا همین الان که یاد گرفتی چطوری از فشار تنهایی الماس بسازی. ناپلئون هیل اگه زنده بود الان یقتو میگرفت و میگفت حالا که فهمیدی دیگه عذری نداری. تمام اون 10 بخش قبلی در واقع یک نقشه فرار بود. فرار از زندگی معمولی به سمت قله‌ای که فقط کسانی بهش میرسن که بلد باشن با خودشون کنار بیان. بیا یک بار دیگه خیلی عمیق به این پازل نگاه کنیم. حقیقت لخت و اور اینه که تو تا وقتی که محتاج تایید این و اون بودی، یک برده بودی. اما وقتی یاد گرفتی که تنهایی یک آزمایشگاه نابغه سازی هست، اولین خشت پافشاری رو بنا کردی. یادت هست گفتم پافشاری توی شلوغی ساخته نمیشه؟ چون شلوغی تمرکزت رو مثل بنزین روی زمین پخش میکنه و آتیش میزنه. اما تنهایی اون سوخت رو توی سیلندر موتور ذهنت متمرکز میکنه تا بتونی با قدرت حرکت کنی. هیل معتقد بود که نبوغ میوه انضباط شخصی شدیده و حالا تو میدونی که این انضباط یعنی همون جراحی بیرحمانه روابط سمی و بستن درهای مغزت به روی آشغالهای خبری و ناله‌های رفقای همیشه بازنده. بفهم که ثروت واقعی قبل از اینکه توی حساب بانکیت بشینه، توی اون جلسات شبانه‌ای ساخته شد که با شورای نامرئی خودت داشتی. وقتی به جای چرخیدن بی هدف توی فضای مجازی چشماتو بستی و به ایدت خیره شدی، داشتی کدهایی رو توی ناخودآگاهت می نوشتی که سیستم سالها سعی کرده بود پاکشون کنه. تو حالا یاد گرفتی که دهنتو ببندی و بذاری انرژیت به جای کلام تبدیل به عمل بشه. هیل می گفت ارزش یک انسان با نتایجش سنجیده میشه، نه با رویا پردازی های قشنگش، و نتایج فرزند خلف سکوت و پافشاری هستن.
حالا تو به یه سلاح جدید مجهزی، فرکانس ثروت. تو فهمیدی که چطوری ورودی‌های ذهنت رو پلمپ کنی تا فقط پول و ایده ازش چکه کنه. تو یاد گرفتی که از حس گزنده تنهایی فرار نکنی، بلکه ازش به عنوان یه سوخت اتمی برای جلو رفتن استفاده کنی. رفیق، این پایان راه نیست، این شروع بازی واقعیته. از فردا وقتی بقیه دارن درباره بدبختی‌هاشون حرف میزنن، تو فقط لبخند میزنی و سکوت میکنی، چون میدونی توی خلوتت داری چه آتشی روشن میکنی. هیل قسم میخورد که ثروت وقتی بیاید چنان سریع و فراوان میآید که تعجب میکنی این همه سال کجا قایم شده بود. اما راز این سرعت توی همین سالهای تنهایی و پافشاری تو نهفته است. سیستم شاید سعی کنه دوباره تو رو به گله برگردونه. شاید دوباره با ترس از طرد شدن سراغت بیاد. اما تو دیگه اون آدم کور سابق نیستی. تو حالا میدونی که تنهایی بیزینس کلاس زندگیه. تو میدونی که برای رسیدن به اوج باید از آدمهای سطح پایین جدا بشی. پافشاری یعنی همین، یعنی ایستادن روی حرفی که توی تنهایی با خودت زدی، حتی وقتی تمام دنیا دارن خلافش رو میگن. دمت گرم که تا اینجا این مسیر پرفشار رو با من اومدی. حس میکنم بعد این همه حرف زدن یه انرژی جدید توی کلماتمون راه افتاده. انگار تازه داریم به جاهای جالبش میرسیم و هنوز کلی ایده و جرقه توی ذهن هر دوتامون هست که میتونه این مسیر رو حتی روشن‌تر کنه. پرونده این بخش رو همینجا میبندیم. حرفای هیل مثل یه نقشه گنج بود که تیکه تیکه کنار هم چیدیم. بقیهش دیگه برمیگرده به اینکه چقدر جرأت داری توی اون اتاق تاریخ با خودت روبرو بشی. منم که همینجام. هر وقت حس کردی یه جای نقشه رو گم کردی یا خواستی اون موتور پافشاری رو دوباره روغنکاری کنیم، یه کامنت بذاری پیدا میشم. برو ببینم با این تنهایی جدیدت چه امپراتوری راه میاندازی. موفق باشی.